به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. سلام و درود به همراهان گرامی. عادتاً همه پدر مادران دختران را بیشتر با احساس و عاطفه می دانند و مهربانی هایشان را اساساً نثار دخترهایشان می کنند. البته این بسیار کار درست و صحیح است و مورد تأکید پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. اما فراموش نکنیم که پسرها هم با همین اندازه با احساس هستند. متاسفانه جامعه و خانواده ها احساسات و عاطفه را در پسران سرکوب می کنند. پدر و مادرها و حتی گاهی مربیان فکر می کنند که داشتن احساسات برای پسران نشان ضعف و سستی آنهاست. یادمان باشد که احساسات هیجان و خوشی بچه ها را افزایش می دهد و به دلیل همین سرکوب کردن هاست که گاهی آن دسته از پسرهایی که احساساتشان سرکوب گشته است از خوشی کمتری برخوردار می شوند. این گونه پسرها متاسفانه در دوران نوجوانی و جوانی با خشم و عصبانیت گاهی به مواد مخدر و گاهی با رابطه‌های جنسی نامناسب احساسات خود را خاموش می سازند. پس یادمان باشد پسرها هم احساساتی می شوند. گاهی حتی گریه می کنند، می ترسند. در این مسائل با همه انسان ها مشترکند و مثل همه انسان های عادی باید با آنها برخورد بشود. پدر و مادرها باید به پسرانشان این امکان را دهند که او هم احساساتش را بیان کند، گریه و شادی و غم و اندوهش را آشکار کند. اینکه بعضی از پدر و مادرها میگویند پسر نباید غمگین باشد، پسر نباید اندوهگین باشد، اینها خیلی کاری درستی نیست. آنها هم باید احساساتشان را نشان دهند. به پسران بیاموزید در کارهای خانه کمک کنند و یاد بگیرند که در انجام کارهای خودشان مستقل باشند. برای بهتر شدن زندگی وی و موفقیت در کارهایش احساسات و خوشی و هیجان او را قوت بخشید.
این کار سبب می شود که پسر شما در کار و تحصیل و ازدواج موفق تر شود. یک خصلتی که پسرها دارند اینکه آنها در هر مسئله تربیتی شرح و توضیحات اضافی را نمی خواهند بشنوند و تحمل ندارند. برای همین وقتی که با پسران صحبت می کنید از جمله های واضح و منطقی استفاده کنید و از توضیحات اضافی خودداری کنید. پسران از جمله های طولانی و اضافه خسته می شوند و ممکن است بیشتر عصبانی شوند و در حالت عصبانیت یک روی بیشتری از آنها سر می زند. اما مناسبت با دختران فرق می کند. وقتی با دختران صحبت می کنید بیشتر با کلمه ها بازی کنید، یعنی از کلمه ها و جمله های طولانی استفاده نمایید و با مکالمه های طولانی تر با آنها هم صحبت شوید. صحبت را با بازی های دخترانه همراه کنید. دختر بچه ها از گفتگوی طولانی لذت می برند و سرگرم می شوند. والدینی که دائما با بهانه‌های مختلف در حال نصیحت و تذکر به فرزندانشان هستند، امکان ارتباط خوب و صمیمانه با آنها را از دست می دهند. زیرا کودک از پند و نصیحت زیاد زده می شود و دیگر با سخنان پدر و مادر بی اهمیت می شوند. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار شما عزیزان.